من نصف عمرمو دنبال آدرس گشتم. من شرق و غرب شمال، من جهت نمیفهمم، اون بخش مغزو ندارم که شمال یعنی چی، جنوب شرقی اگه بگن درجا میمیرم، بگن جنوب غربی چجوری رانندگی میکنی؟ میسوزه مغزم. چجوری پس رانندگی میکنی؟ فقط مسیری رو که بلدم. توی دوران جنگ 30 نفر رو بردن وسط بیابون ساعت 3 صبح، 3 نصف شب، رزم شبانه و از این چیزا. گفت بشین، نشستیم همه 30 نفر تو بیابون. فرمانده گفت که میخوام از روی ستاره ها مسیریابی درس بدم. گفت که اون ستاره پررنگ که ببینید ته دو به اکبره و شما وقتی میخواید مسیر رو پیدا کنید یک خط میکشید از اضلاع دو به اکبر به جنوب شرقی دو به اصغر، از جنوب شرقی دو به اصغر مستقیم میرید به شمال غربی دو به اکبر میرسید و اون رو 60 درجه میپیچید میرید. من اینجوری بودم، مرده بودم. بعد حالا شانس منو نگاه کن، اینا رو توضیح داد، گفت تو پاشو بگو. گفتم من رو زمین مسیر خونم رو نمیتونم از جنوب شرقی دو به اکبر برم به شمال غربی دو به اصغر. بعد فکر کرد من دارم مسخره میکنم. 3 روز من انداخت بازداشت. حالا بگذریم از این.